خانم آقایون، درود بر شما. به برنامه دیگری از شوت گل آفساید از تلویزیون جهانی پارس و وبسایت رنگارنگ خوش آمدید. من محمود سروبی از لندن به شما درود میفرستم. خیلی سریع بخوام بگم در آغاز برنامه‌ها از گلایی که گفتم تو برنامه پخش شدن، گلای خاطر انگیز، باز بازی ایران اسرائیل که فقط توضیح بدم که چرا این بازی اینقدر اهمیت داشت. حالا ممکنه یه سری بحث سیاسیشو مطرح میکنن، ولی برای خود ما هم که تو اون جو بودیم شاید اونش اینقدر مهم نبود. برای ما تیم اسرائیل مهم بود که تیم قدرتمندی بود در زمان خودش و گلرشون ویسوکر و فورواردشون اسمشون همیشه تو خاطرم بوده، حالا یادم رفته. این در واقع رقابت قهرمانان ملی ما مقابل این قهرمانانی که برای چهره‌های ارزنده‌ای بودن بیشتر مطرح بود. شاید حداقل شاید برای ماها که جوان‌تر اون جریان بودیم. من خودم وقتی رفتیم امجدی جا نداشت، یعنی اصلا نشد بریم تو، چون پر شده بود و تعدادی بیرون مونده بودن. فقط کاری که کردیم سریع رسیدیم خودمون رو به محل و بریم در واقع فوتبال رو نگاه کنیم. واقعیت هم این بود که ما خودمون تلویزیون نداشتیم. واقعیت تو همون محل دوستی که داشتیم و به قول خودمون حالا مذهبا رو بذاریم کنار، رفتیم خونه اونا، در واقع مهمان منزل اونا شدیم. این گل هایی که حالا شما میبینی به هر حال نتیجه 2-1 به نفع ایران تموم شد، ولی برای من اون غرور افتخاری که اسم کردم حس برتری در زمینه فوتبال بودن، در همون چارچوب مستطیل سبز که ما تونسته بودیم همچین. حالا این گل‌های خاطر انگیز رو با هم می‌بینیم و دنباله برنامه رو با هم پی می‌گیریم. کاهش بی‌سابقه قیمت املاک در جنوب اسپانیا. از این فرصت طلایی استفاده کنید. شما با هر بودجه می توانید در جنوب اسپانیا، مالاگا، صاحب خانه دلخواه خود شوید. نفر مرد جوون واسه بازی میان میون، 11 نفر مرد جوون واسه بازی میان میون. دو دروازه پای زمین آی بچه ها گل بزنین، دو دروازه پای زمین آی بچه ها گل بزنین. پشت بدین به پشت همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم 3-4 تا گل کاشته باشین. پشت بدین به پشت همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم 3-4 تا گل کاشته باشین. وقتی توپ گرد و زمینم درازه، بچه ها گل بزنین تو دروازه، بچه ها گل بزنین تو دروازه. وقتی توپ گرد و زمینم
درازه بچه ها گل بزنین تو دروازه بچه ها گل بزنین تو دروازه ما مثل یه قهرمان از شما اسم میبریم بچه ها متشکریم بچه ها متشکریم ما مثل یه قهرمان از شما اسم میبریم بچه ها متشکریم بچه ها متشکریم بحث این هفتهمون اختصاص داره به شرایط فعلی تیم ملی فوتبال ایران. من برای هم شما عزیزان علاقه‌مند هم به طور کل کسانی که این برنامه رو دنبال میکنم اینو بگم که فوتبال ایران، من شخصا عقیدم اینه، یه ابزار ضد رژیمه. یعنی از روز اولی هم که انقلاب به وجود اومد به تدریج این فوتبال به خاطر اینکه مردم رو دور خودش جمع میکنه یک زنگ خطری برای حکومت جمهوری اسلامی بود و طول این سالها هم اتفاقاتش بخوام زیاده، کجا چه اتفاق تو چه شد به هر حال همیشه این وحشت و ترس در نظام جمهوری اسلامی از فوتبال بوده. حقیقتا من خودم همیشه فکر می‌کنم تیم ملی در واقع همونجور که اسمش روشه ملیه، یعنی متعلق به مردمه. حکومت‌ها در کنارش میخوان ازش بهره برداری کنن، حالا هر حکومتی با ابزار امکانات خودش. جمهوری اسلامی هم در واقع میخواد این کارو بکنه ولی با یه وحشت که هم پیروزی میترسونهش هم باخت. ولی فکر میکنم که تو سایه پیروزی بیشتر میتونه قایم شه تا در سایه باخت، چون در سایه پیروزی شور و شعف و خوشحالیه، در باخت خشم و نفرت و کینه. و اینو داره به نوعی کنترلش میکنه، به نوعی به قول گفتنی رهبریش میکنه. ولی باز من اعتقاد دارم که این فوتبال در برد و باختش این زنگ خطر بغل گوش نظامه، هیچ کارش نمیتونه میکنه. انبوه مردم جمع شدن با تمام ابزارهایی که به کار برده، با تمام ترفندهایی که زده. این مردم که در کنارش جمع شدن همون زنگ خطر است. ولی حالا در زمینه ورزشیش بگیم، بحث پیروزی و شکست تیم ملی مطرحه. آیا ما باید به خاطر نظام جمهوری اسلامی بخوام تیم ملی اون شکست بخوره که یه زمان خودمون که جمهوری اسلامی میاد ازش بهره برداری میکنه، یا پیروز بشه که بازم بگیم جمهوری اسلامی میاد ازش بهره برداری میکنه؟ ولی آن چیزی که هست، اگر ما اینو بپذیریم اول که هر اتفاقی اونجا بیفته تو زمین ملی مال مردمه و مردم صاحبشن، تو زمینای دیگه این اجازه رو نمیتونن بده. یعنی مردم نمیتونن برای میگن آقا نفت مال ماست پس مال ماست، صاحبش ماییم. ولی در ورزش اینو میگن، هیچ حکومتی نمیتونه جلوشو بگیره. وقتی مردم با پیروزی قهرمانانشون اشک میریزن، غرور افتخار بهشون دست میده، حکومت نمیتونه بیاد در شریک بشه. به خصوص حکومتی که مثل جمهوری اسلامی که عمل کردش، نه که من بگم یا کسی، عمل کرده 37 سالش نشون داده که با هر موفقیتی و هر پیروزی که باعث غرور ملی مردم میشه این نظام مخالفه، چون اصلا با ملیت گرایی مخالفه. اینجا بحث رو جمع کنم بریم سر این که حالا بحث فوتبال میشه، بحث تیم ملی میشه، مقایسهش با تیم‌های مختلف جهان میشه. حالا بحث بر اینه که خب کی و به چه دلیلی میاد این فوتبال رو نقد میکنه. نقد فوتبال یا نگاه کارشناسای فوتبال یه پیش زمینه میخواد. من اینو چندین بار میگم و بازم تکرار کنم، اگر این پیش زمینه نباشه همون نظر عمومی یک تماشاگره. یه تماشاگر عادی خیلی راحت میشینه میگه این فرگوسن که چیزی نمیفهمه، یا من اگه بودم مثلا یه لقب میزنم تو ببخشید فلانه، این مسی رو مینداختم بیرون.
این نظر یه تماشاگره، هیچ ارزش و اعتباری در تعیین و تکلیف خط رسونی نداره. ولی وقتی همین تماشاگر میاد میشه کارشناس، زیر اسمش می‌نویسه کارشناس، مفسر، القاب اینجوری برای خودش میذاره، ولی نمیاد خودشو معرفی کنه که آقا من کیم، چی کارم آخه، به چی دلیل اینجا نشستم، آیا تحصیل ورزش کردم، آیا چهره سرشناس معروف داره کارنامه در اون رشته ورزشی بودم، آیا در زمینه در واقع مدیا یا رسانه‌های جمعی ارتباطات مثلا تحصیل کردم و داره تخصصم حالا میام اظهار نظر میکنم. وقتی هیچ کدوم اینا نیست، آخه من کیم، چی کارم؟ متاسفانه فضای خارجی کشور این آدما پر کردن. این آدم قد کوتولایی که اومدن متاسفانه فضای دیگه ای رو عوضی، آدرس عوضی به ملت ایران میدن. کار به جایی میرسونن که این توهمی که به وجود میاد، حتی من میبینم در خیلی از چهرهایی که خودشون حداقل فوتبال که بازی کردن، اینو میدونم، تحصیل ورزش هم کردن، ولی نظر کارشناسانه نیست. نظر کارشناسانه اینه که بیایم بگیم آقای کیروش رو که الان مربی تیم ملی ایرانه نقد کنیم، نقد بر عملکرد فنیش بذاریم، کاراکترش میره نه پشت این وا میشه پشت موزه، اینا که اصلا مسخره است. یکی از این دوستان ما که فوتبالیست سرشناس ما هم صحبت می‌کردیم، میگه اصلا این پرتغالیا یه دفعه آقای کیروش شد نماینده تمام پرتغالیا که این پرتغالیا همه مثلا اینجوریان. خب این ببینید ارزیابی کیلویی چه اعتباری میتونه داشته باشه؟ مثل اینکه بعضی مثلا میگن ایرانی‌ها همه حقوق بازن. یا کلمه حقوق باز رو نمیشناسی یا ایرانی‌ها رو نمیشناسی که اینجوری کیلویی اظهار نظر میکنی. من اینجا در این تلویزیون باز دعوت میکنم هر آن کس که میخواد حرفای من اصلا نقد کنه درباره هر چی که صحبت میکنم، درباره تیم ملی، در واقع کیروش، در سازمان، این تریبون در اختیارش، قدمش روی چشم اینجا هست، بیاد بشینه. در هر کشوری هست از طریق اسکایپ میاریمش رو خط. اگر این ارتباط برقرار بشه اون وقت مشخص میشه که آقا میشه بحث فنی کرد. من وارد حاله مقوله نشم، میخوام بحثو کوتاه کنم چون زمان ما در تلویزیون پارس خیلی محدوده. اینو فقط برای ذهن شما عزیزان تماشاگر میگم که بدون بحث فوتبال اون 11 نفر تو زمین و 90 دقیقه نیست. یک پروسه است. یک پروسه است که از مدیریت شروع میشه، به بخش‌های مختلف و ارگان‌های مختلف اون فوتبال ارتباط پیدا میکنه، در نهایت به کمیته به تیم کادر فنی اون تیم میرسه و کادر فنی اون تیم که باید پاسخگوی نتایج باشه میره در زمین فوتبال اجرا میشه. این پشت زمینش ماها، گاهی اوقات سالها تلاشه، صدها ساعت تمرینات سخت و طاقت فرساست تا به اون آمادگی میرسه که تیم میاد بازی میکنه. این مقدمه رو امروز در این حد گفتم. سه‌شنبه بیشتر درباره تیم ملی این گام به گام که میام میخوام یه مقدار فضا رو با هم بشکافیم، شفافترش کنیم که اگر صحبتی میشه و شما وقت عزیزتون رو در اختیار بنده قرار میدین، من بتونم راوی حداقل اطلاعات دقیق و سالم باشم در حد دانش اندکی که دارم. من محمود سرابی هستم. من فوتبالمو به هر حال در سطح باشگاه‌های درجه اول کشورم بازی کردم. جزو مربیان درجه اول زمان خودم در سال 64 و 65 بودم. تیم‌های جوانان و نوجوانان قهرمان تهران ایران شدن. تمام کلاس‌های مربیگری رو گذروندم و آخرین مدرکی که گذروندم مدرک درجه 1 یا در واقع بالاترین مدرک فدراسیون فوتبال جهانی فیفا بود. و از اون هم که خارج از کشور بودم کارم گسترش ورزش در میان ایرانیان و جوانان و نوجوانان ایرانیه. حداقل این کارنامه من اجازه میده بیشتر اینجا و درباره ورزش صحبت کنم.
هفته آینده سه‌شنبه بحث تیم ملی بحث ما خواهد بود و سعی خواهیم کرد که خطا رو هم باز کنیم. شما میتونید در این برنامه شرکت کنید. The best team lost. Oh no, this could be the on the edge of their seats. Messi going for goal. But Leo isn't just a freak. In there, flags up. It's not going to count. He doesn't know. He doesn't know yet. But Argentina have not taken the lead. به عکس هفته میرسیم. مثلا میگم عکسایی پیدا کنم که شاید به حال یک پیامی هم داشته باشه دیگه. برای نسل جوانتر میگم فوتبالی که توش عشق بود، آدمایی که عاشق بودن، اصلا نمیدونم پول کیلو چنده، واقعا اینجوری بودن. یه چهره خب به هر حال تو زمان محدود برای تماشاگرها این فوتبالیستی که معروف شدن چند تا چهره هم تو تماشا، یعنی لیدرای به قول امروزی‌ها مطرح شده بودن. اولیش که خب در واقع سردمدار تاریخ همین لیدرها بود، محمد بوقی بود. بعد رسیدیم به حسن تارزان برای استقلال و یه چهره دیگه این وسط بود، اصلا یه چهره خاص بود، شاید قدیمی‌هاش میشه، رضا چاچا. یادم بود اهل جنوب بود، عاشق فوتبال بود و این عشق انقدر زیاد بود که حتی رضا چاچا رو همراه تیم ملی ایران بردن جام جهانی آرژانتین که اون بالا بوق بزنه به کمک محمد بوقی و حسن تارزان. کاراکتر بسیار خاصی داشت، همونجوری که الان عکسشو میبینید مثل آب صاف و زلال بود، همش میخندید، شادی، انرژی مثبت به قول امروزی‌ها منتقل میکرد و حق زیادی به گردن فوتبال داشت، چون واقعا حتی یه استادیوم خاموش به خروش در می آورد. ولی همین آدم با این همه عشق و علاقه و خدماتی که به فوتبال کرده بود، مثل همه چیز رو که این رژیم ضد ایرانی از ملت ایران دزدید و قاپید و غارت کرد و جنایت کرد، بعد رضا چاچا هم رحم نکرد. یعنی به این آدم از تربیت دادن اون شهرشون حتی کوچکترین کمک مالی نکردن که بتونه زندگی عادی داشته باشه. کارش به دستفروشی کنار خیابون و حتی تکدیگری رسید و شنیدم که در شرایط بسیار بدی فوت کرد. این عکس در واقع یک فاجعه بدون شرح. کاهش بی سابقه قیمت املاک در جنوب اسپانیا. از این فرصت طلایی استفاده کنید. شما با هر بودجه می توانید در جنوب اسپانیا، مالاگا، صاحب خانه دلخواه خود شوید.
به خبرهای دقیقه 90 رسیدیم. امروز چند بازی از مسابقات باشگاه ایران برگزار شد. تراکتور سازی موفق شد فولاد رو 3-2 شکست بده. سپاهان 1-0 سیاه جامگان رو برد. نفت موفق شد 1-0 گسترش فولاد تبریز شکست بده. ملوان با استقلال خوزستان 1-1 کردن. استقلال با توجه که موقعیتی گیرش اومده بود مقابل پدیده در تهران اگه برنده میشد به صدر جدول میرسید، ولی 0-0 مساوی کرد. و فردا هم پرسپولیس و سبا جزء بازی‌های مهم با هم دیدار خواهند کرد. چند تا چیز در این میون به هر حال به نظر من لازمه بگم. من همون چیزی که در این برنامه گذشته گفتم، یادتون باشه گفتم این حضور تماشاگری که رژیم در واقع ساخته و پرداخته کرده تصنعی بازی خودشونه. یه دفعه 70-80 هزار نفر تماشاچی رو برای استقلال پرسپولیس به استادیوم آورد. شما نگاه کنید بعد از انتخابات چه اتفاقی میفته. استقلال تو یه بازی مهم که ببره صدر جدول خواهد داشت و امتیازش رو با رقبا بیشتر خواهد کرد، یعنی تماشاچی بیشتر باید بیاد همچین مواقعی. بازی قبلش هم 70-80 هزار تا تماشاچی اومده، یه دفعه تماشاچی میاد میشه 10,000 نفر. این بازی رژیمه، این ترفندهای مختلفی که قبلش هم به شما گفتم داره در ورزش انجام میده. همین بازی استقلال 3 تا از هواداران استقلال رو میگیره دستگیر میکنه، یعنی تعداد دیگه هم از بیرون میگیره که اینا با خودشون مثلا نارنجک چیز داره ترقه آوردن. خب چطور بازی تراکتور سازی و پرسپولیس رو با توجه به نمایندگان یوفا به اون شکل میشه و چند روز بعدش که تقریبا خلوت‌تر هم از فشاری هم نیست، تعداد کمتری تماشاچی اومده، یه دفعه بگیر ببنده دوباره شروع میشه. و جالبه بازی تراکتور سازی و پرسپولیس باز اون ترفندایی بود که ببینید اینا متاسفانه میگم دیگه چون اصلا ایرانی نیستن همه فکراشون منحرفه. گوشه ای از این تماشاگرایی که اون روز از استادیوم بودن فریاد میزدن مرگ بر فارس. فارس به منظور زبان، فارس زبان و ترک زبان. این نوع شعارا اونم در فضای ورزشی در واقع نمودار حرکت‌های زیرپوستی خود حکومته که به نوعی این رو نشون میده و بعد میاد جوری مقابله میکنه که حس میهن پرستانه‌شون رو مثلا در این زمینه بروز بدن و این رو در لابلای ترقه و حضور نمایندگان یوفا اینا همه مثل یه پکیج به قول ما گفتنی بسته مجموعه به هم میبنده که یه جور افکار رو بفریبه. میگم اینا هر کدوم میخواید در وایس ساعت وقت میره، ولی چون ما فشرده باید در این دقیقه 90 خبرامون رو بگیم، این هم به هر حال مجموعه از این چیزا بود. و خبر آخری که باز طبق معمول 4 روز دیگه ایران خودش برای 2 تا بازی مقدماتی جام جهانی سوریه آماده میکنه، ولی جالب بدون در ایران کشور پهناور ایران یک زمین استاندارد برای تمرین تیم ملی فوتبال اون کشور وجود نداره. واقعا باید این حکومت کلاشو بذاره بالاتر. در دنباله بازی‌های باشگاه‌های اروپا سه‌شنبه و چهارشنبه 4 باشگاه از مسابقات اروپایی حذف شدند. سه‌شنبه رئال مادرید موفق شد در مادرید روم رو 2-0 باز شکست بده. یعنی هم اتفاقی که در روم افتاد 2-0 در مادرید هم افتاد و رئال در مجموع 4-0 روم رو از جام باشگاه اروپا حذف کرد. نکته جالب این مسابقه حضور آخرین بار توتی اسطوره فوتبال روم مقابل رئال بود و جالبتره که تمام تماشاگران رئال مادرید به پا خواستن و دقایق بیشماری توتی کاپیتان سرشناس روم رو در بازی خداحافظیش تشویق کردن.
وولفسبورگ آلمان هم موفق شد کنت بلژیک رو حذف کنه و برای نخستین بار در تاریخ فوتبال باشگاه وولفسبورگ به جزو 8 تیم صعود کنه. شب گذشته چلسی در استانبریج لندن مقابل پاریس سن ژرمن قرار گرفت و با اینکه بازی رفت و در پاریس 2-1 باخته بود، با عزم جزم اومده بود که در لندن در واقع تلافی کنه، ولی چلسی ها مثل بازی پاریس بازی رو 2-1 واگذار کردن به پاریسی های در واقع بگیم ثروتمند این روزها و اونا با خوشحالی به پاریس برگشتن و جزو 8 تیم نام خودشون رو ثبت کردن و چلسی هم اوت شد. بنفیکا هم موفق شد زنیت روسیه رو حذف کنه و با این بازی رفت و 1-0 برده بود، بازی برگشت هم 2-1 برد و با نتیجه 3-1 زنیت رو حذف کرد. خبر دیگه این که البته امشب که ما داریم این گزارش و خبرها رو خدمت شما میدیم، منچستر یونایتد و لیورپول مشغول بازی هستن در مسابقات جام یوفا حذفی که متاسفانه خبرش رو ما در پایان نمیتونیم خدمت شما بدیم. خبر دیگه هم این که آقای رافائل بنیتیز مربی رئال مادرید به عنوان مربی باشگاه نیوکاسل انتخاب شد و نیوکاسل این روزها حال خوبی نداره و مکلارن مربی که زمانی هم سرمربی تیم ملی انگلستان بود رو اخراج کردن و آقای بنیتیز به جاش اومد. باشگاه نیوکاسل به عنوان یه باشگاه مربی کش معروفه و طول این سالا مربیان بسیاری اونجا رفتن و هیچ کدوم دوام طولانی نداشتن. آقای دونگا سرمربی تیم ملی برزیل اعلام کرد که قید نیمار رو زده و در جام یا مسابقات جام قاره آمریکای لاتین از نیمار استفاده نخواهد کرد، چرا که نیمار وجودش در تیم ملی المپیک برزیل بسیار اهمیتش بیشتره، به خاطر اینکه المپیک در برزیل برگزار میشه و این یکی از آخرین شانس‌های ماست که بتونیم از همه بضاعت فوتبالمون در تیم المپیکمون استفاده کنیم که مقام قهرمانی رو برای مردم برزیل به ارمغان بیاریم. اینها در واقع گذشته‌های ملیه. یه مربی با اینکه میتونه به هر حال بهترین بازیکن حال حاضر تیم ملی برزیله با خودش ببره و به نتیجه فکر کنه که خودش حفظ کنه، ترجیح میده که بهترین بازیکنش رو به تیم ملی کشورش بده، در تیم المپیک بازی کنه که اونجا افتخاراتی کسب برای ملتش. اینها نشانه های میهن پرستی است که واقعا گاهی اوقات جرقه میزنه. به هر حال من تا سه‌شنبه که برنامه دیگری پخش خواهیم کرد شما رو به خدای ایران می‌سپارم. فقط خواهشم اینه که با ما تماس بگیریم، با تلویزیون پارس تماس بگیریم و تشویق کنین، کمک کنین، آگهی بدین و بذارین برنامه پربارتر بشه. قد مسلما این شوت گل آفساید بعد از ای چنل به هر حال نوروز هم هست، همه یه جور درگیرن دیگه. خودم هم به هر حال درگیر کارهای دیگه هم هستیم دیگه. مجله رنگارنگ هست، خود تلویزیون رنگارنگ رو وبسایت هست، مدرسه فوتبال هست و کارهای بسیار. ولی به شما این قول رو خواهیم داد که از مارچ باز این برنامه رو متفاوت‌تر، متنوع‌تر و دلپذیرترش بکنید. تا سه‌شنبه همه شما رو خدای ایران می‌سپارم.